سلام به روی ماهتون. اومدیم به بحث جذاب رنگساژ ها که میخوام رو سر مانکن بهتون پایه ها رو یاد بدم و بگم امروز کلا میخوام با پادینا کار بکنم و با رنگ 3-0 تو هر برندی میتونید از 3-0 استفاده کنید. خب به اندازه چند سانت بچه ها رنگ 3-0 میریزم چون میخوام خیلی کم میشه رنگ پایه، رنگ 3-0 و مجدد از رنگ V2 بادمجونی استفاده میکنم به اندازه خیلی کم، به اندازه یه نخود. دیده میشه؟ و میریم که اینا رو ترکیب کنیم. خب بچه‌ها یه کوچولو میخوام از ماسک مو استفاده کنم. اصلا هم برند خاصی نداره، میتونید از هر ماسک موی استفاده کنید خیلی کم. و چون این رو میخوایم خیلی کم روی موی خیلی کم اجرا بکنیم، من خیلی کم دوتاشو با هم دیگه مخلوط میکنم، یه کوچولو بهش اکسیدان اضافه میکنم، خیلی کم بهش اکسیدان اضافه میکنیم که موادمون اکسید بشه و خیلی کم هم بهش آب جوش اضافه میکنم، خیلی کم و مخلوط میکنیم. اینجا میخوام رو موهای یه کوچولو نمدار کار کنم. میای به موی مدلتون یه کوچولو اسپری آب میزنید. خب بچه ها یه کوچولو موها رو نمدار میکنم و شروع میکنم به مواد گذاری. حالا چرا ما داخل رنگساژمون ماسک و آب ریختیم؟ به خاطر اینکه میخوایم رنگساژمون رو ملایم تر کنیم. شروع میکنم به مواد گذاری به این صورت. من حالا از کامل از ریشه مواد گذاری نمی کنم. کامل مواد رو به کل موها میزنیم. تو بچه ها میزنیم به کار کاملا 1 رو تا 10 دقیقه باید بمونه تو موهاتون. من اینو میبندم، میریم قسمت بعدی که رنگساژ بعدی رو بهتون بگم. بچه ها رنگساژ بعدی بازم پایه کارمون 3-0 به اندازه‌ای که مثلا میخوایم حالا این یه تیکه از مو رو رنگساژ کنیم. رنگ بعدی که میخوایم بهش لیفت و پایه بدیم 5-1 از مارک بیول و مجدد بهش کمی ماسک اضافه میکنم. کاملا کار رو ترکیب میکنم، با هم دیگه میکس میکنم، بهش اکسیدان اضافه میکنم. تمام این مارک هایی که دارم استفاده میکنم از برندهای مختلف هستش که فکر نکنید حتما برندهای خارجی میتونه کار خاصی رو براتون انجام بده. کاملا کار رو میکس میکنم با هم دیگه. بازم یک کوچولو آب جوش میریزیم که رنگساژمون رو ملایم تر کنیم و با هم دیگه میکس میکنیم. مجدد کار رو با اسپری نمدار میکنم و یه چیزی در مورد فویل بهتون بگم دخترها، باید قسمت مات کار مو در قسمت مات کار قرار بگیره. یه سمت براق یه سمت مات. تا خوردگی کار رو به سمت براق میزنیم و قسمت مات رو زیر مو میذاریم و مواد گذاری میکنیم و شروع میکنم به مواد زدن. خب دختره بازم رنگ پایه 3-0. پس ما امروز فقط داریم در مورد پایه 3-0 صحبت میکنیم. میخوام بدونید که یه رنگ پایه داشته باشید با چند تا پایه لیفت
میتونید چه رنگایی داشته باشید. این رنگ 11-2 هستش، بلوند مرواریدی، که اینم میخوام هم اندازه همین 3-0 بریزم. قبلی ها رو یه نخود میریختم، ولی این دوتا رو میخوام هم اندازه همدیگه بریزم. اگر 2 بند انگشت 3-0 میریزید، 2 بند انگشتم از مرواریدیتون میریزید. و بازم داخل کار ماسک میکسش میکنید و اکسیدان مخلوط میکنید. قشنگ کارو میکس میکنید و بازم یک کوچولو بهش آب جوش اضافه میکنم، به خاطر اینکه میخوام کارو و رنگ ساژمو ملایم کنم. این ملایم کردن خودش تکنیک روسی هستش که قبلا این کار رو انجام نمیدادم. خب و یه لایه از کار رو ور می‌دارید، مجدد اسپری می‌کنید، کارتون یه کوچولو نمدار بشه و مجدد مواد گذاری می‌کنید. پایه‌ای که الان روی موهاتون در نظر گرفتیم بچه‌ها پایه شماره 9 هستش، یعنی حتی هنوز رو پایه 10 نیستیم. تو موی کوچولو زردی دارید. و مجدد کارتون رو میبندید، 10 دقیقه بهش استاپ میدید. من کارها رو 10 دقیقه یه ربع استاپ میدم، باز میکنم، سشوار میکشم که ببینید. خب بچه‌ها هنوز پایه‌مون خیسه. 3 تا پایه رو ببینید. میخوام خشکش کنم و براتون پایان کارش رو بذارم. امروز این 3 تا پایه رو یاد گرفتیم، تا دفعه بعد تو پکیج بعد 3 تا دیگه قراره بهتون رنگساژ بگم. خب بچه‌ها پایه‌های کار رو ببینید. اینجا یه مرواریدی پلاتین دارید. اینجا نور زیاد درست نیستش. تو نور بیرون راحت‌تر میتونید این رنگ‌ها رو شناسایی بکنید. دودی دارید اینجا و یه کوچولو پلاتین نقره‌ای دارید که من توش یه کوچولو بنفشم ریختم که زردیمون رو خنثی بکنه. این 3 تا کار رو داشته باشید. در ویدیوهای بعدی رنگسازهای دیگر با هم دیگه به اشتراک میذاریم.